دوستان عزیز سلام علیکم. این طبیعت وطنمون است. شهرستان رو برو آمدیم با طرف عینی سفر داریم. این جنگل ها رو بینید، ارچه شهرستان چقدر زیباست و او آنوایش جنگل زور، کوه های جنگل زور. خیلی کوه ها در کافکاز است. کافکاز در کافکاز است. در تاجیکستان فقط در همجا دیدم، در دیگر جا نمیدونم. من ندیدیم، نرفتیم. به نهایت هوای ساکن، تازه و به نهایت زیبا منظره. من همجوران عزیز، این یکی از موضوعهای زیبا منظری وطنمون تاجیکستان رو باشد. و جنگل رو بینید. شاهراهی دوشنبه چناق.